ما افتخار از آن میکنیم که در عرصه جهان فلک را همچون یک موسیقی صرف ملی تاجیکی مردم جهان اعتراف کردند و با این صنعت موسیقی، با این ژانر موسیقی با احساس فرهمندی ارج میگذارند. و بیننده‌های عزیز، این لحظه در مهمانی برنامه ما حضور دارند هنرمند خوش‌آواز از انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شهرت سینکوف. هر روز تاجیکستان ما یک جشن است، یک خرسندی است، یک شکوه و شهامت است. 20 سال می شود که انسامبل فلک مقام دولتی گرفته است و در این انسامبل فلکسرایان کسبی بهر مردم سرودهای فلکی در سطح بلند پیشنهاد می‌نمایند. می‌خواستیم بدانیم که در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و برای تجلیل با شکوه روز فلک هنرمندان انسامبل دولتی فلک کدام ترانه‌های نو را ایجاد نمودند؟ هر سال روز 10 اکتبر یعنی جشن فلک را ما قید می‌گیریم و تمام هنرمندان انسامبل فلک فعالانه اشتراک میکنند، یعنی ایجاد میکنند و خیلی تیاری خوب میبینند و امسال سال یعنی بزرگ گویم خطا نکنیم، یعنی 30 سالگی جشن استقلال رو ما قید گرفتیم. همه هنرمندان انسامبل فلک یعنی سرودهای دستجمعانه تیار کردیم و سرودها من تماشابینان حلقه تماشا کردند در تمام میدانها که ما زمزمه کردیم و گوش کردند و فلک با خودش یک یعنی نازکی خودش رو دارد. اگر کس در دل غم دارد غمانه زمزمه میکند، کس در دل شادی دارد شادیانه زمزمه میکند. من همیشه حرکت میکنم که شادیانه زمزمه کنم که تا که تماشابین یعنی مخلصای فلک را شاد گردانم. کوشش میکنیم که یعنی سرودهایی که فلک هایی که یعنی شاد هستند و با واسطه این فلک های شاد تمام مردم تاجیکستان را شاد گردانیم. خب می‌افتد که توجه جوانان به ژانر فلک چگونه است و امروز فعالیت آنها در انسامبل تا کدام اندازه نظررس می باشد؟ توجه جوانان امروز یعنی به ژانر فلک خیلی خوب است، خیلی دلبند هستند، خیلی شوق و رغبت زیادی دارند و مخصوص در انسامبل فلک ما جوانان را دعوت کردیم به مانند من حکیم دندارو، چنانی که اونا امروز شوق دارند و چنان یعنی با دف و با دمره و با غیژک چه خیلی که زمزمه میکنند یعنی میسرایند، یعنی ما باوری کامل داریم که اونها در آینده همین ژانر فلک را یعنی به تمام جهانیان شاید برسانند. ما امروز میبینیم که در بیشتر دولت‌های دنیا مردم ژانر فلک را بیشتر گوش میکنند. شما از همین شهامت، از مهمیت یعنی همین دوست داشتن فلک در دولت‌های خارج چه اندیشه دارید؟ چنانه که من بسیار سفرها به خارج کردم، من از آن درک کردم که یعنی فلکی که ما داریم، ژانر خلقی که ما داریم و فولکلور تاجیکی که ما داریم، این در دنیا یک تا هست و مثل تاجیکستان که یک تا است، این هم یک تا است. این تکرار نیست و به یگون یعنی فرهنگ مردم مانند نیست. این بسیار قیمت است برای ما، این بسیار یعنی قیمت ترین گنج است و از همین طریق من باوری دارم که ما با واسطه ژانر فلک، با واسطه اسباب‌های موسیقی ملی ما تاجیکستان را به جهان شناس میکنیم و از این خیلی افتخار میکنیم وقتی که ما با دولت‌های خارج سفر میکنیم و در اونجا ژانر فلک را گوش میکنن و اعتراف میکنند. این از اون شهادت میدهد که یعنی فرهنگ ما الکی در خارج یعنی یک قرب خودش را دارد. حالا امکان دارد که پارچه از آن همون ایجادیات خود، از آن همون سرودهای فلکی خود بهر بیننده‌های عزیز ما پیشکش نمایید؟ خیلی خوب. تا حالا در اونجا من این را ثبت نکردم و برای تماشاچیان زمزمه میکنم. من نمیگویم که عاقل باش یا دیوانه باش، اگر به جانان آشنایی از جهان بیگانه باش، گر سری مقصود داری مو به مو جوینده شو، ور وصالی گنج خواهی سر به سر ویرانه باش، چون قدم در خیل مردان میزنی مردانه باش،
چون قدح از دست مستان میخوری مستانه باش یاره. سلامت باشید. тамошобинони иззатманд, ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд ҳунарманди ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯҳрат Сайнаков ва дар фарҷоми суҳбат дастовези ин ҳунарманди хушовозро ки як суруди бисёр ҳам марғуб аст пешниҳоди шумо мекунем ва баъдан иртиботи мо бо шумо идома меёбад.